دوستان خب امروز هم یه جاروبرقی دیگه داریم تستش کنیم. بله بازم مشکل صدای زیاد جاروبرقی. خب حالا میریم بازش میکنیم ببینیم که داستانش چی هستش. بله خب ببینید طبق معمول خرابی کیسه اصلا واشر دور دهنه رو کلا خوش شده و نداره، ریخته کلا. حالا چه بسا بعضی وقتا بعضی از عزیزان این واشر زمانی که خوش میشه خودشون تمیزش میکنن و فکر میکنن کار خوبی هستش. فیلتر کلا از بین رفته دیگه. داخل جا ببینید آشغال های به این درشتی تنها دلیلی که رد میشه سمت داخل جاروبرقی همین خرابی دهنه خدمتون عرض شود که کیسه هستش. واشر دور دهنش کلا از بین رفته. بسیار بسم الله. دقیقا همونطوری که انتظار داشتم داخلش هم متاسفانه پر شده از آشغال. بله تمام اینها فقط به دلیل خرابی همین کیسه که خراب میشه. اکثرا متوجه نمیشن، نمیدونن حتی که دلیلش چی هستش و متاسفانه آشغال رد میشه داخل پروانه جاروبرقی و پروانه موتور و متاسفانه باعث میشه هم خیلی صدا زیاد بشه و همین که بلبلین هاش خراب بشه. خب حالا ما اینو کلا درش میاریم، بدنه رو آماده میکنیم که انشالله یک سرویس اساسی روش انجام بدیم. بدنه کاملا خامه کنیم. بسیار خوب. کلید و دیمرش رو هم باید ازش جدا کنیم. این هم خراب. خب اشغالی که خدمتتون عرض کردم ببینید تماما رد میشه داخل موتور و تمام روزنه ها رو کلا کیپ
کیپ میکنه. نیست؟ خب اینها نباید به این وضعیت در بیاد. تنها دلیلش یک، خراب شدن فیلتر، خراب شدن کیسه و بی‌توجهی خودمون. خب بریم سراغ مرحله آخر، مرحله مونتاژکاریمون. خب اینها همه رو قشنگ سرویس شدن، باد گرفتیم، دهنه موتور و بدنه و بقیه قطعات. بسیار خوب. بردمون بسیم جمع کنمون. خوب این دوتا هم میره برای زیر کلیدمون. خب فیلترمون هم، این فیلترها رو هم حتما بعد از تعمیر و سرویس جاروبرقی تعویض کنید. سعی نکنید که بشورید، تمیزش کنید، باد بگیرید. سعی کنید تعویضش کنید، چون اولا که قیمتی نداره، دوما که نو باشه خیلی بهتره تا اینکه باد بگیرید. اینجا دیگه صحبت واقعا اسراف نیست، فیلتر نو خیلی بهتره. انشالله که خیلیش رو ببینن. کیسه خرابش هم تو پلاستیک کردیم که دیگه انشالله عوضش کنن و این رو استفاده نکنن عزیزان. بسیار